چرا اون آدم یهو باهات سرد شد؟ چرا یهو فاصله گرفت؟ علتش چیه؟ نیت کن، چشاتو ببند، تمرکز کن روی نیتت. این آدم از نظر ذهنی و احساسی خیلی خسته است و نیاز به یه عقب نشینی داشته، نیاز به یه عقب نشینی ذهنی و احساسی داشته و ترجیح داده یه مدتی رو فاصله بگیره و به جای صحبت کردن سکوت رو انتخاب کرده. توی زندگی این آدم شرایط به سرعت تغییر کرده و فرصت فکر کردن به احساساتش رو نداشته و الان درگیر مسائل و اتفاقات خیلی زیادیه و احساس میکنه دیگه توان ادامه دادن نداره و شرایط براش خیلی سخته و از اتفاقات ناراحت، رنجیده، ناامیده و اینا باعث شده به این نتیجه برسه که باید فاصله بگیره و این سرد شدنش لزوماً به معنی بی احساسی نیست، فقط خیلی خسته است، خیلی ناامید و کلافه است.